سلام و وقت بخیر. بازم به کانال آلمانی با حشمت خوش آمدین. در قسمت بهبودی برنامه منتظر پیشنهادات و نظریات نیک شما هستم. درس امروزی ما آرتیکل یا حرف تعریف در زبان آلمانی می باشد. در زبان آلمانی 3 آرتیکل وجود دارد که der برای اسمای مذکر، die برای اسمای مؤنث و das برای اسمایی که خنثی می باشه استفاده میشه. بر علاوه از این حرف تعریف یا آرتیکل دارای 4 حالت می باشد. نومیناتیو حالت فاعلی یک اسم، اکوزاتیو حالت مفعولی مستقیم، داتیو حالت مفعولی غیر مستقیم و گینیتیو حالت ملکیت، وابستگی و یا رابطه یک اسم را نشان میده. در این درس ما در قسمت نومیناتیو که حالت فاعلی یک اسم می باشد برای شما معلومات ارائه می کنم و در درس های آینده کوشش می کنم که در قسمت اکوزاتیو، داتیو و گینیتیو هم معلوماتی بر شما ارائه کنم. در درس امروزی حالت نومیناتیو یا حالت فاعلی اسم که شامل بشتمت ارتیکل می باشد یا حرف تعریف مشخص می باشد مثالهای را بر شما نشان میتم. بازم میگیم که der برای اسمای مذکر استفاده میشه، die برای اسمای مؤنث و das برای اسمهای خنثی. فعلا عمق فهمیده شود که اسمایی که مذکر است آرتیکلشون دی است و اسمایی که مؤنث است آرتیکلشون دی است و اسمای خنثی آرتیکل دس را دارند. آستا با مرور زمان در قسمتم وقتی که بلد شوین برای شما بسیار آسان میشه که یک اسم دارای کدام آرتیکل می باشد و مشخص ساختن آرتیکل اسم از روی ساختار یک اسم و یا انجام یا خاتمه یک اسم فهمیده میشه یا دیده میشه. و در این قسمت هم کوشش میکنیم که درس بعدی برای شما معلومات زیادتر ارائه کنم. شروع میکنیم. der ترمین قرار ملاقات. در اینجا ترمین یک اسم مذکر می باشه، یعنی der ترمین قرار ملاقات. der اشاره میکنه به این که ترمین خودش یک اسم مذکر است در زبان آلمانی. die Zeit وقت. اینجا Zeit در زبان آلمانی یک اسم مؤنث است. die Zeit وقت. das Gespräch گفتگو. das Gespräch در زبان آلمانی یک اسم خنثی است یا اسم بیجان است. das Gespräch گفتگو. مثال بعدی der Freund رفیق یا دوست. der Freund یک اسم مذکر گفته میشه. رفیق. die Schule مکتب. die Schule یک اسم مؤنث است. مکتب. die Schule مکتب. das Essen غذا. das Essen در زبان آلمانی بازم یک اسم خنثی حساب میشه. das Essen غذا یا خوردنی. der Arzt دکتر، منظور دکتر مرد، یک اسم مذکر حساب میشه در زبان آلمانی. der Arzt دکتر. die Ärztin دکتر زن، دکتر که خودش زن باشه. die Ärztin دکتر زن. das Haus خانه. das Haus خانه. Haus در زبان آلمانی اسم خنثی حساب میشه.
Der Familienstand حالت مدنی یعنی متأهل بودن یا مجرد بودن یک شخص رو Familienstand میگه حالت مدنی Der Familienstand حالت مدنی Die Arbeit کار یا شغل Die Arbeit کار یا شغل Das Auto موتر Das Auto موتر Der Tisch میز Der Tisch میز Die Adresse آدرس Die Adresse آدرس Das Glück خوشی طالع یا خوشحالی Das Glück خوشی یا طالع Der Tag روز Der Tag روز Die Nacht شب Die Nacht شب Das Jahr سال Das Jahr سال Der Stift قلم Der Stift قلم Die Kamera کمره عکاسی Die Kamera کمره عکاسی Das Papier کاغذ Das Papier کاغذ Der Bleistift پنسل Der Bleistift پنسل Die Tasche خریطه یا خلطه جیب پتلون و کرتی و پیران و یا بکس Die Tasche خریطه یا خلطه جیب پتلون و کرتی و پیران و یا بکس Das Handy موبایل یا تلفن همراه یا هم تلفن جیبی Das Handy موبایل تلفن همراه یا هم تلفن جیبی Der Kleber سرش یا چسب Der Kleber سرش یا شرش در زبان همیانه Die Schere قیچی Die Schere قیچی Das Buch کتاب Das Buch کتاب Der Student محصل کسی که مرد باشه Der Student محصل Die Studentin محصل که زن باشه Die Studentin محصل زن Das Studium تحصیل در دانشگاه و یا دانشکده را میگه Das Studium تحصیل در دانشگاه و یا دانشکده Der Rucksack بکس پشتی Der Rucksack بکس پشتی Die Handtasche بکس دستی Die Handtasche بکس یا بیک دستی Das Foto عکس Das Foto عکس یا تصویر Der Saft شربت شربتی که دوا باشه هم زفت میگن شربتی که آب میوه باشه هم زفت میگن Der Saft شربت Die Milch شیر Die Milch شیر Das Wasser آب Das Wasser آب یا او Der Tee چای Der Tee چای Der Kuchen Kek Der Kuchen Kek Das Brot نان Das Brot
نان. Der Baum, درخت. Der Baum, درخت. Die Blume, گل. Die Blume, گل. Die Sonne, آفتاب. Die Sonne, آفتاب. Der Deutschkurs, کورس زبان آلمانی. Der Deutschkurs, کورس زبان آلمانی. Der Brief, نامه یا خط. Der Brief, نامه یا خط. Die Brille, عینک چشم. Der Brille, عینک. Der Koffer, بکس یا بکس کالا یا لباس. Der Koffer, بکس لباس. Die Tasse, پیاله. Die Tasse, پیاله. Das Lineal, خطکش. Das Lineal, خطکش. Der Laden, دکان، مغازه یا فروشگاه. Der Laden, دکان، مغازه یا فروشگاه. Die Zeitung, روزنامه یا مجله. Die Zeitung, روزنامه یا مجله. Das Restaurant, Restaurant. Das Restaurant, Restaurant. Die Weintrauben, انگور. Die Weintrauben, انگور. اگه کسی بگه die Trauben، هم انگور معنا میده. Die Trauben، انگور. Weintrauben یا Trauben، انگور. Die Melone، خربزه. Die Melone، خربزه. Die Wassermelone، تربوز. Die Wassermelone، تربوز. Der Apfel، سیب. Der Apfel، سیب. Die Birne، ناک. Die Birne، ناک. Das Ei، تخم. Das Ei، تخم. Der Käse، پنیر. Der Käse، پنیر. Die Wurst، sausage. Die Wurst، sausage. Das Frühstück، صبحانه، ناشتا یا غذای صبح. Das Frühstück، صبحانه، ناشتا یا غذای صبح. Der Joghurt، ماست. Der Joghurt، ماست. Die Tüte، خریطه یا خریطه سودا و خرید. Die Tüte، خریطه که برای سودا و خرید استفاده میشه. Das Müsli، موسلی غذای تیار که با شیر یا ماست در صبحانه خورده میشه. Das Müsli، موسلی غذای تیار که با شیر یا ماست در صبحانه خورده میشه. Der Einkauf، خرید. Der Einkauf، خرید یا خریداری. Die Einkaufsliste، لیست خریداری یا لیست خرید. Die Einkaufsliste، لیست خرید. Das Obst، میوه. Das Obst، میوه. Der Supermarkt، سوپرمارکت. Der Supermarkt، سوپرمارکت.
Die Kartoffeln کچالو Die Kartoffel کچالو Das Lebensmittel مواد غذایی یا مواد خوراکی Das Lebensmittel مواد غذایی یا مواد خوراکی Der Kühlschrank یخچال Der Kühlschrank یخچال Die Dose قوطی کنسر یا نوشابه Die Dose قوطی کنسر و نوشابه Das Kilogramm کیلوگرم Das Kilogramm کیلوگرم Der Schinken گوشت ران خوک Der Schinken گوشت ران خوک Die Flasche بوتل Die Flasche بوتل Der Liter لیتر Der Liter لیتر واحد اندازه‌گیری 1 لیتر 2 لیتر Der Becher گلاسای پلاستیکی یا کاغذی یا شیشه‌ای لیوان هم میگن Der Becher گلاس یا لیوان Die Tomate بادنجان رومی یا بانجان رومی Die Tomate بادنجان رومی یا بانجان رومی Das Gemüse ترکاری یا سبزیجات Das Gemüse ترکاری یا سبزیجات Der Reis برنج Der Reis برنج Die Suppe سوپ Die Suppe سوپ Das Fleisch گوشت Das Fleisch گوشت اینجا بازم میبینین Der Reis برنج یک اسم مذکر حساب میشه Die Suppe یک اسم مؤنث حساب میشه Das Fleisch یک اسم خنثی حساب میشه در زبان آلمانی Der Fisch ماهی Der Fisch ماهی Die Schokolade شکلات چیزایی که از کاکائو تهیه میشه Die Schokolade شکلات Das Getränk نوشابه Das Getränk نوشابه Die Wohnung آپارتمان Die Wohnung آپارتمان Der Garten باغ یا باغچه Der Garten باغ یا باغچه اگر در اویلی باشه باغچه حساب میشه اگر مزرعه باشه باز باغ حساب میشه ولی هر دویش Garten گفته میشه Die Terrasse بالکن برنده یا تراس Die Terrasse بالکن روی زمین برنده هم میگن و تراس هم میگن Das Wetter آب و هوا Das Wetter آب و هوا Die Temperatur حرارت دما یا گرمی Die Temperatur حرارت دما یا گرمی Das Internet اینترنت Das Internet اینترنت Der Verein اتحادیه یا انجمن Der Verein اتحادیه یا انجمن Die Mannschaft تیم Die Mannschaft تیم فوتبال و والیبال Die Mannschaft تیم Das Training آموزش Das Training آموزش
Der Urlaub تعطیلات. Der Urlaub تعطیلات یا رخصتی. Die Freizeit وقت فراغت. Die Freizeit وقت فراغت. وقتی که از کار و مصروفیت فارغ باشی. Das Plan برنامه یا پلان. Das Plan برنامه یا پلان. Die Information معلومات. Die Information معلومات. معلومات یا معلومات. Die Musik موسیقی. Die Musik موسیقی. Das Fahrrad بایسکل. Das Fahrrad بایسکل یا دوچرخه. Der Test آزمایش. Der Test آزمایش. Die Prüfung امتحان. Die Prüfung امتحان. Das Hobby سرگرمی که از روی شوق و علاقه باشه. Das Hobby سرگرمی از روی شوق و علاقه. Wochentag Artikelchen des. Der Montag bis der Sonntag. کلگجنا Artikelchen des. همچنان ماهای سال یغس مونته. Der Januar, der Februar تا Dezember. Der Dezember zum Beispiel. همچنان فصلهای سال Jahreszeiten Artikelchen des. Der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. ای بود درس امروزی ما. امید که مورد پسند شما واقع شود. تا درس بعدی که محتوای آن شناخت آرتیکل از روی ساختار اسم می باشد، پیروز و کامگار باشید.